سرخط مهمترین خبرها. پرونده جنایتی علیه مردی که پیش راهی تابوت همده‌اش را گرفته پول طلب کرد. یک سوداگر را برای بالا بردن نرخ گوشت جزا دادند. و چرا باید فقط زن کاری خانه را کند؟ پرسش میانی ساکنان در دوشنبه. یک خدا میگه از زن میترس، میگه این نپراوین ما همه وقت باید زن کورا یردام کنیم، دستگیری کنیم. سلام بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی را با آخرین خبرها از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی پیشنهادی شما میکنیم. امروز 4 دکبر است و این خبرها را داریم. در تاجیکستان بر ضد مرد پرونده جنایی باز کردند که پیش راه تابوت یک همدهه پیرش را در ناحیه دنقره گرفته مانع دفن مناسب او شده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 2 دکبر با نشر بیانیه گفت در این باره از پسر شخصی فوتیده شکایت گرفت. از جانب ها نام برده نشده است. دعواگر گفته است یکی از همدهگان وقتی مراسم ودا و به آرامگاه بردن جسد پدری 72 سالش پیش راه تابوت را گرفته برگردانیدن 8000 سومانی پول را طلب کرده است که گویا پدرش از او قرض گرفته و برنگردانده است. در اصل به گفته دعواگر چنین طلب بی‌پایه است. ماجرا روز 20 اکتبر امسال صورت گرفته. حالا بر ضد مردی گمانزد با اتهام طمع‌جویی با تهدید افشای معلومات بدنام کننده نسبت به جبردیده یا نزدیکان او پرونده باز کردند. در تاجیکستان بر اساس عنعنه پیش از نماز جنازه امام از حاضرین میپرسد که اگر فوتیده از آنها قرضدار باشد و یا برعکس نزدیکانشان در همین جا هستند و مسئولیت بازگردانیدن قرض را بر دوش میگیرند. در بیانیه وزارت موقعی متهم به جنایت را نگفتند. در دوشنبه یک سوداگر را برای دوباره قیمت فروختن گوشت جزا دادند. بنا به اطلاع ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه ضمن یک سنجش در ناحیه شاه منصور صاحبکار را برای اطاعت نکردن به امر کارمندان پلیس و دوباره بالا بردن نرخ گوشت جریمه و 2 شبانه روز به حبس گرفتند. به اطلاع منبع این گوشت فروش قبلا هم برای قیمت کردن نرخ مجازات شده است. نظر خود صاحبکار و نرخ معین کرده او برای گوشت معلوم نیست. ظاهراً در بازارهای دوشنبه عملیات یا سنجش نرخ محصولات و مخصوصاً کار گوشت فروشان ادامه دارد. چند روز پیش پلیس پایتخت از مجازات 40 فروشنده با گمان بالا بردن نرخ گوشت خبر داده بود. مقامات گفتند سوداگران برای فریب خریداران و خودسرانه بالا بردن نرخ جریمه شدند. هدف از این سنجش ها که از جانب کارمندان حفظ حقوق و دادستانی پایتخت در بازارها انجام می شود تنظیم نرخ محصولات گفته شده است. ساکنان پیوسته از بالاروی نرخ مال و محصولات مخصوصاً ارزش گوشت و دیگر مواد غذایی در فروشگاه های شهر شکایت می کنند. 1 کیلو گوشت خوب حالا در بازارها از 105 تا 120 سومانی ارزش دارد. نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه از بالاروی نرخ پتنت یا اجازتنامه کار برای مهاجران در مسکو خبر داده از آنها خواسته است سری وقت و پیشکی پول پتنت خود را پرداخت کنند. این نهاد روز 3 دکبر اعلام کرد که سر از 1 انور برای پتنت در مسکو به جای 8900 روبل 10000 روبل پرداخت خواهد شد. نمایندگی با مراجعت به مهاجرانی که در مسکو کار میکنند گفته است اگر آنها برای یک چند ماه سال 2026 پتنت را با نرخ کهنه یعنی 8900 روبل پرداخت کنند پس از آنها پول علاوه‌ای طلب نمی شود و فایده خواهند دید. یعنی بنا به این اعلان اگر مهاجر پول پتنت را برای 12 ماه سال آینده پیشکی پرداخت کند 13200 روبل فایده می بیند، یعنی صرفه می کند. از مهاجران خواسته شده است پرداخت را تا آخر ماه دکبر نگذارند تا به مشکل دچار نشوند. اکثر مهاجران تاجیک در روسیه طریق پتنت فعالیت دارند و پیوسته از نرخ بلند آن شکایت می کنند. بدون پتنت در روسیه کار کردن منع است و همساله صدها مهاجر با همین دلیل رانده می شوند. در تاجیکستان معرکه 16 روزی مبارزه علیه خشونت ادامه دارد. این معرکه همساله از 25 نوامبر روز بین المللی رفع خشونت علیه زنان
آغاز می شود. امسال موضوع این معرکه به مبارزه با خشونت در فضای مجازی یا اینترنت بخشیده شده است. در 6 ماه سال 2025 قریب 1800 نفر از زورآوری در عائله به کمیته زنان مراجعت کردند. در این باره ما در برنامه بارها گزارش و خبرها داشتیم. این بار از ساکنان در دوشنبه پرسیده شد که آیا به زنان یا بانوان عائله خود در کار خانه کمک میکنند و چرا باید فقط زن کار خانه را کند؟ حتما میرسونیم. همه کارا میکنیم. уборка мекунем. Не ростигал. Вақте ки ҳамин занак дар қавати ту рост бошад, чи ҳам бояд дар қавати занак ҳамеша рост боша бояд. Та ягон ҷои хеле вайш нест ки мисол ту занак агар ёрдам кунад, ягон айб боша ё ки ягон мисол як одам мега аз зан метарсад, мега и неправильно. Мо ҳама вақт бояд занакҳоро ёрдам кунем, дастгирӣ кунем. ҳоли ман издивоҷ накардам, не ки корҳое ки ба ӯ агар дар оянда мушкилӣ оранд, кӯмак худро мерасонам. бале. Оилам ки касали диабети қанд буд, ما کمتر کار میکنیم که همه کارشو من خیلی میکنیم. غیر هم خمیر نونبندی هم نودا دیگه شو من خیلی میکنم. خیلی کوز راست دکتر نیستم هم لطفا بالانس کتاب بیاد. یک خیلی آدما میگن که بازن کمک رسوندن این عیب است. شما چی فکر میکنید؟ هر یک آدم فکر خود رو دارد. شاید اونها درست میگن نمیدونم. با فکر من باید کارهایی که مشکل است یاری رسانیده بازن. با فکر ما عیب نیست نه که هر یک آدم وظیفه خودش دارد. مثلا ما در بیرون کار میکنیم، کاری دولت میکنیم، معاش میگیریم، تامین میکنیم و خانه اومده باید که استراحت کنیم. مالش نه ایزان اومدم بسیار خانه را خودم خصوص توزیع و آزاده نگاه میکنیم. میروم پالیسوس میکنیم، لاتاقت میشکم، چانگوش را میگیریم مثلا. یه جور چیز نیست. زن وقتی که خمیر کسی ما دیگش نگاه میکنیم مثلا. وقتی او دیگش نگاه میکنم ما دخوفکار را نگاه میکنیم، نون نسوزا مثلا. وقتی او خمیر کسی ما گودک نگاه میکنیم، نجمون میشم مثلا. اگه در کارهای زنکی من کمک رسوندن نمیتونم، مثلا از بازار خرید کردن، سونکو را برداشتن، باری وزبین برداشتن، شکاف هوچ کردن، خیلی کارهای کمک میتونم کردن، لیکن کاری زنکی باشد من نمیتونم. بیننده عزیز، شما در این باره چی نظر دارید؟ می توانید در زیر این نوار در صفحه ما پاسخ و اندیشه خود را بنویسید و یا با نظر دیگران آشنا شوید. سرگئی میرونوف وکیل دومای دولتی روسیه دیگر باره پیشنهاد جاری کردن ویزا یا روادید برای کشورهای آسیای مرکزی را مطرح کرد. وی در برنامه یکی از تلویزیون‌های روسیه دوباره به این موضوع تاکید نموده پیشنهاد کرده است که این مسئله جداً چاره‌اندیشی شود. با ادعای سیاستمداری روس، ساکنان محلی در برخی از منطقه‌های روسیه مجبور شدند از خانه و زادگاه خود کوچ بندند، چون مهاجرانی که از آسیای مرکزی آمدند آنجا گویا قانون‌های خود را جاری کردند. با پیشنهاد این وکیل، مهاجران باید به روسیه فقط با ویزا یا روادید راه داده شوند. و قبلا پیشنهاد کرده بود که کشور از نظام پاتنتی برای مهاجران دست کشیده با انجام کار آنها را باید به کشورشان فرستد. این بار اول نیست که سیاستمداران روس پیشنهاد میکنند که با کشورهای منطقه آسیای مرکزی ویزا جاری شود. الکسی گراوای، معاون وزیر کارهای خارجی روسیه، هم این تصمیم را مهم خوانده بود. روسیه با تاجیکستان و دولت‌های دیگری منطقه نظامی بی‌روادید دارد. ایده از کارشناسان بر اینند که روسیه به نیروی کاری احتیاج دارد و این تصمیم میتواند وضع را از بودش بدتر کند. حالا بخش یک روز در تاریخ رو میبینیم که مهمترین تحولات تاریخی در روز 4 دکبر را فرا میگیرد. بر اساس برخی منبع‌های تاریخی روز 4 دکبر سال 530 پیش از میلاد کوروش کبیر بنیادگذار امپراتوری هخامنشی فارس قدیم درگذشته است. کوروش احتمالاً 70 سال عمر دیده، از این 29 سالش در سر قدرت بود. کوروش کبیر را از شاهان مقتدر مینامند که قبیله‌های ایرانی را متحد و قلمروهای را از آسیای خرد تا آسیای میانه امروزه اشغال کرد. او را مؤلف اولین اعلامیه حقوق بشر هم مینامند، چون احترام به حقوق بشر از جمله آزادی اعتقاد را مهم میدانست. دکبر سال 2018 پارلمان تاجیکستان برای وارد کردن داروی پست صفت و کهنه به کشور، اینچنین به بیماری‌های سرایتی، ویچ اسپید و هپاتیت گرفتار کردن مشتری‌ها در دندان پزشکی‌ها و کاشانه‌های حسن از 2 تا 4 هزار سامانی و از 5 تا 8 سال زندان جزا تعیین کرد. در تاجیکستان صدها داروخانه، خدمات دندان پزشکی، کاشانه‌های حسن و سرتراشخانه‌ها فعال هستند.
декабри соли 2009 додгоҳи ҳуқуқи башари Аврупо дар Страсбурги Фаронса Русияро дар нақзи ҳуқуқи Раҳматулло Назаров, як шаҳрванди Тоҷикистон, гунаҳгор ва ин кишварро ба пардохти 15,000 евро товон ва инчунин 3,500 еврои дигар харҷи додгоҳ вазифадор кард. Назаров бар пояи иттиҳоми сохта 3 солро дар зиндони Русия гузаронд. баъди парвандаи ҳамсони раиси зиндонии ҳизби демократ Маҳмадрӯзии Искандаров, ин як дигар қазияи камназири пирӯзии шаҳрванди Тоҷикистон бар низоми додгустарии Русия дониста мешавад. субҳи имрӯз $100 амрикоӣ дар бонкҳои тиҷоратии Тоҷикистон бар ивази 914-916 сомонӣ харидорӣ ва то 928 сомонӣ фурӯхта мешавад. 1000 рубли русӣ ба 116-118 сомонӣ баробар аст. қурби расмии Бонки Миллии Тоҷикистон барои имрӯз 4 декабр чунин таъин шудааст. бинандаи азиз, ташаккур барои ҳамроҳӣ. Навиди Бомдодӣ буд бо чанд хабар. Хабарҳои дигарро дар идомаи рӯз аз сомонаи Радиои Озодӣ ва саҳфаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайдо кунед. Хайр, то фардо.